چند سالشه خاله؟ خاله من 16 سالشه. 16 سالشه؟ آره خیلی منم میره 16 سالم. واقعا. آره خاله من خیلی بزرگتر از تو یا نه هم سنیم. خیلی نه خاله سنمو با من هم یکی. خاله 16 من سالشه، منم 16 خیلی سال. خیلی خیلی جذابه داره. اینم خاله من. نه سلام. خوبی سلام. خالش؟ خوبی خاله؟ خاله خاله خدا لعنتت نکنه جواب خاله بده صداش دیگه. میگه باگم، میگه صدام بسته است. اینکه بگو اینترنت تو خاموش روشن کنه اوکی میشه. باشه. از نه کجا همینجوری یه دفعه درست شد. از کجا خب فهمیدی بله خاله جونم. من سلام باگه؟ خاله ناریا. سلام. خاله خوبی؟ خاله قول داده بنده بودی مرسی خدا تو چه خوبم. تنها گذاشتی؟ جونم خاله. چرا این جونم. کوچولو رو تنها گذاشتی؟ خاله گفتم چرا نمیای بیای بابا بازی؟ سر کلاس آنلاینم. ناراحتش سر نکن. کلاس آنلاینم. همین واقعا. الان چه ازم سوال میپرسیدم دارم میوایس تو قبول نکردم. خاله میگم آها من این دوست رو پیدا چطور؟ یه کردم. سوال دارم. بپرس. خاله قربون شما تو دارم یه دقیقه کلاس اینم سوال آنلاینی بعد تو کالافی؟ چه فرقی داره؟ هم کالاف میزنیم هم درس میخونیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی که کالاف بابا که عشقه. فهم. آفرین، حرفت خیلی حق بود. کالاف یعنی عشق کالاف داریم. آفرین، تایید. آره بعد با کالاف ازدواج کنم. خاله ایشالله منم ایشالله جونم. باید ازدواج کنم. خاله من الان 6 میگم سال دارم کالاف میزنم. خاله میگم من دوست پیدا جونم کردم. اینه بچه خوبیه باهاش بازی کنم. حالا به خدا هنوز ندیده نمیتونم قضاوت کنم. خاله آخه تنها ای تو خدا. نمیاد با هم بازی کنی. حالا به بنده خدا خدا تو هر چت روز جاری حاله. آمد گفت تنها حالا به خدا هر روز بچه یکی میاد مثلا. میگه بیاد دوئل. به خدا نمیتونم. آخه خاله کی بیاد دوئل؟ چی خاله شده؟ تو با عشقت بازی نمی با کنی. چرا آخه نمیای همه به عشقت که تو عشقت سر بزنی. حالا راست اشک من میگه. رو در نیار. چرا اذیتش میکنی؟ تو گو نخور. خاله ساکت چه خیلی بینم. بادمانه.